با داخل این دکان نگاه میکنیم که چی جنسا داره. به شما به تصویر میکشیم چیزهای آثار قدیمی هستش که خیلی خیلی خوب میشه. کلگان مال دست است، همش هنر است که این استفاده شده دیگه. سلام علیکم کاکا جان، خوب هستی؟ سلامت است، طرف شما خیریتی است کاکا جان؟ دکاندار هستی؟ ماشاءالله بسیار خوب. مشتری خیلی کار شروع بندازیم ان شاء الله. اگر Da ora kai da ora nada kai. Kai nada de bala kedi. نسل شو بنزل شيء كذا ديشة. مشان ده ما كت كذا نو درس كت كذا. لا شو بفايدة. لو ده كم توان ده دي بما بفايدة نه ياك ده كذا. كذا شيء. کاکا جان خوب هستی؟ سلامت است؟ سلامت باشین. میشه خودم معرفی نمی؟ نام موجی مالک محمد از یک زن از باشنده‌های ولسوالی استان ولایت کابل. بسیار خوب. این دکان چند سال میشه جا کار میکنه دکان؟ تقریبا از کسب کار ما یک 50 سال میشه. ماشاءالله 50 سال میشه کسب کار دمی است. یا همش ساختی دست است؟ این از بابا برای ما میراث است، همین که کسب میراثی پدر بابا است برای ما. بسیار خوب بسیار خوب. خودت هم هنری نداری بسازی؟ خودم هنر از این دارم و تولیدش هم دارم، فروشش هم دارم. خب یا اکثرا به کجا تولید میشن؟ نمی استالف تولید میشه. ظرفایی که میبینی غیر از استالف در دیگه ولایت‌ها تولید نیست، کلش در استالف است. ولسوالی استالف ولایت کابل. بسیار دستای با هنر زیری کار یا صنعت بسیار تاریخی است. یک من میگه که 800 سال تاریخ است، یکیش میگه 600 سال تاریخ است. 600 پلان است تاریخش. بسیار خوب معلوم میشه نه بسیار قدیمی است. قدیمی صنعت است. فروشات چه قسم است؟ خوب است. اگر کار باشه مردم دوستش بشه، بسیار مردم علاقمند است. پول نداره مردم پول نداره که بخره. اگه بسیار علاقمند است، تمام ولایت افغانستان علاقمند است، خصوصا خارج علاقمند است زیاد هستند. مگر پول ندارن، خارجی نمیاد، داخلی پول نداره. بدون از مردم ولایت کابل ولایت‌های دیگه ولایت‌ها میره؟ تماما ولایت‌ها میره. از این سر ولایت پروان شروع تا کاپیسا، بالاخره پنجشیر تا به پلخمری و بغلان تا به قندوز و تخار و میمنه و شبرغان و مزار شریف و انخوی، بالاخرش به این طرف سمت مزار و غزنی و قندار هلمند و خوست و گردیز و غزنی و به طرف لغمان جلال آباد. کل ولایت‌ها خویدار از هستند، بسیار علاقمند هستند، بسیار خوش دارن. مگر کسی پیسه دار اینجا نمیتونه آمده، نمیای، وقت نداره که بیای، بی پیسه پول نداره بخره. اگه پیسه داره ما علاقمندش هستن، مگر وقتی ندارن که تا اینجا بیان بخرن. اینا بسیار علاقمندش هستن. بسیار خوب. دیگه که برای کسایی که این هنر دارن بس چی توصیه میکنی؟ ما بعضا توصیه میکنم که چیزی خوبتر، شفافتر تولید کنن، قیمتش اگر که پایین‌تر بونن که مردم ما پیسه خریده بتونن. بسیار خوب است. خواه خودتان دستسازی خودتان در دکان ساختین چی است؟ هم چیزی که میبینی کلش تولید دست خود ماست. باز ما دولت خود میخواهی داریم که برای ما یکم مارکتینگ جور کنه، یکم جای برای ما تجارتی، یکم تجاری ما تشویق کنه که اینو به خارج ببرن و بسیار مردم خارجی دوست داره. مردم ببینه که این صنعت هنوز هم در افغانستان زنده است، این صنعت قدیمی. واقعا است مردم که خارج هستن خیلی شوق علاقهشون بیشتر به چیزا هست. مثلا دستی بسیار علاقه دارن. در خارج هم ما رفتیم دیدیم کلی که خارج توسط ماشین و توسط چیز برش میکنن، مردم کل کار دست است، کل کار چیز نیست، کل کار دست است. بسیار خوب. خب از وقت شما نمیگیرم، موفق کنم. سلامت باشید. تشکر از شما.